جنگی که از بامداد جمعه 23 خرداد شروع شده آغاز یک مرحله خطیر در وضعیت ایران و همچنین تحولات منطقه است. اما باید تاکید کنم که جنگ اصلی که از 44 سال پیش، یعنی دقیقاً از 30 خرداد سال 1360 در جریانه، جنگ مردم و مقاومت ایران با حاکمیت فاشیسم دینیه و راه حل اون هم سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. من 21 سال پیش در همین پارلمان گفتم راه حل ایران نه در مماشات و نه در جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم از طریق مردم و مقاومت سازمان یافته اونها. و گفتم سیاست سازش و مماشات رژیم آخوندی رو در ادامه سیاست‌هاش تشویق و بالمعال جنگ رو به کشورهای غربی تحمیل میکنه. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با آخوندهای مسلح به بمب اتمی تکرار شود. اینا صحبت‌هایی بود که اون زمان کردم و حالا می‌بینیم که مماشات با این رژیم جنگ رو چگونه تحمیل کرده. امروز هم تاکید می‌کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه و در این منطقه از جهان تغییر این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است.